امروز اومدیم با چالش دریم لیگ. تیممون ایران، رونالدو رو گذاشتیم تو دروازه ببینیم که میتونه پنالتی بگیره یا نه. بله، اولین پنالتی رو که نتونست بگیره. حالا اولین پنالتی تیم رقیب رو گرفت. حالا دومین پنالتی هم نتونست بگیره. حالا دومین پنالتی تیم رقیب اینم نتونست بگیره. سومین پنالتی تیم خودمون، سومین پنالتی تیم رقیب همه هم زهردار میزنه، بعد نتونست بگیره. چهارمین پنالتی تیم خودمون، چهارمین پنالتی تیم رقیب یه دونه رو تونسته بگیره. پنجمین پنالتی تیم خودمون، پنجمین پنالتی تیم رقیب که یه دونه رو گرفت از تیم رقیب. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشین. حتما چنل ما رو سابسکرایب کنید تو یوتیوب. خدا نگهدار.